قسمت‌های کرکی رو هم می‌خواستم لیزر کنم. آخه لیزر اسمش هم روشه، لیزر موهای زائد. هم موهای زائد رو برطرف میکنه. این نواحی که کرکی باشه اینو رو تحریک میکنه و زیادشون کن بعد درمان میشه. هیچ فایده براتون نداره، بهتر که این کار انجام ندید. و فکر میکنم الان دستتونم تو مرحله‌ای که خوبه و بمونیم 3-4 ماه دیگه این کار انجام بدیم. یعنی این قسمت رو الان انجام ندم؟ نه بهتر که انجام ندیم. نواحی دیگه مثل پشت لبتون رو امروز میتونم براتون انجام بدیم. باشه ممنون. فقط اینکه من با اینکه خیلی هم نامنظم اومده بودم خیلی تاثیر رو دیدم. این جاهای دیگه میرفتم مثلا 2 سال پیش من یه ترمیم داشتم ولی اصلا راضی نبودم. الان امروز 4مین باره که خدمتتون میرسم. خیلی تاثیرش قابله. خدا رو شکر. چون زمانی که واقعا موهاتون در میاد و شما شوک وارد کنید در مثلا هیچ فایده براتون نداره. باز خوبه که خودتون حواستون هست و زمانی که موهای زائد رو میبینیم بلافاصله بهشون شوک میدین و اونا رو نابودشون میکنیم. در کل از مرکزمون راضی هستین، از خدماتمون راضی هستین؟ بسیار عالی. میگم من چون قبلا 2 تا مرکز دیگر رو هم تجربه کرده بودم ولی اینجا اومدم دیگه اصلا به همه دوستان معرفی کردم که حتما بیان اینجا. خیلی هم از خدماتتون هم از پرسنلتون خیلی راضی هستم. مرسی از نظرتون. ان شاء الله بتونیم بهترین خدمات واسه شما داشته باشیم. متشکرم. قربون شما.